سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چرخ سربازمون رو که برای حمل و نقل باز کرده بودیم، حالا میخوایم مجددا راه اندازی کنیم و آماده دوخت کنیم. با من همراه باشید. قبل از هر کاری مطمئن بشید که این پیچ روغنمون رو کاملا سفت کردیم، چون وقتی که چرخ سر جاش قرار بگیره دیگه دسترسی بهش نداریم. خیلی خوب، این الان محکمه. حالا چرخ رو باید بذاریم سر جاش. بازم دست رو زیر توپینه میگیریم پایین. چرخ باید روی این 4 تا قرار بگیره. میزونه. بله میزونه. باید بعد از اون زنجیر رو باید بست کنیم. بعد از اینکه چرخ رو گذاشتیم سر جاش بست میکنیم اینجا و میریم از پایین به پدال متصل میکنیم. این حلقه رو میندازیم، پدال میاریم بالا و اینو اینجا رد میکنیم. فقط اگر که یه وقتی این چیز هستش بلند یا کوتاهه، موقع دوخت معلوم میشه که پایت قشنگ بالا میبره یا نه. اونو میتونید یکی از زنجیر از بالا کم کنید، یکی دونه رو. الان که ظاهرا خوبه. خیلی خوب. بعد کاری که میکنیم باید سیم‌های برق که در آورده بودیم مجددا متصل کنیم. کابلا رو وصل میکنیم. این کابل اصلی برقه. نگاه میکنیم ببینید این سرش مشخصه که 3 تاییه. اینو جا میزنیم و با این پیچی که داره سفتش میکنیم. بعدم این سوکتی رو باید جا بزنیم. این سوکتی هم به این صورت اینم جا رفت و حفاظش هم میرنیم بالا میدیم روش. اینم درست شد. حالا مونده روغن ریختن و نخ کشیش. حالا روغنی که خالی کرده بودیم میریزیم داخل چرخمون. از اینجا از بالا ببینید از اینجا رو میذاریم و روغن رو برمیگردونیم سر جاش. ببین اگه روغن تو خیلی کثیف شده بود دیگه روغن رو عوض کنید. این حالا یه خورده هنوز راه داره. این چند روز ته‌نشین شده. من دیگه اون تهش هم نمیریزم دیگه. ولی چیزی هم نداره. حالا ولی بازم تهش نداره. بعد از این مونده نخکشی. نخکشی هم که قرقره ها رو میذاریم سر جاش. هر کدوم از محفظه خودش عبور میدیم و نخو به این نخ گره میزنیم و میکشیم. از اینجا میکشیم تا بیاد و به سر جای خودش. خب دوستان، حالا نخکشی رو ادامه میدیم. نخ رو اول از توی این محفظه ها رد میکنیم به ترتیب. از نخ قلاب بزرگ شروع میکنیم. چرا اینجوری میشه؟ چیزی بهش چسبیده. آها فهمیدم. چهار تا نخ. این نخ قلاب بزرگه. از محفظه سوراخ اولی و از اینجا عبور میدیم. 4 تا نخ به همین ترتیب از توی محفظه عبور میدیم. دوستان، برای اینکه نخ‌ها رو یکی یکی انتقال بدیم، قبلش من یه توضیح بهتون بدم که این نخ اولیمون که به سوزن اول میره حتما باید نخ معمولی باشه، نخ پلی استر معمولی باشه و بقیه باید نخ‌های
مخصوص سردوست. حالا ببینید اینجا ما اون موقع که می‌خواستیم چرخ رو جابجا کنیم، نخ‌ها رو همه رو 4 تا رو به هم گره زدیم. از همین نخ اولی شروع می‌کنیم که نخ قلاب بزرگی هست و این اولین نخمون رو بهش گره میزنیم. اینقدر این نخ نازکه اصلا پیدا نیست با چشم به راحتی. حالا من عینکم دارم. اینو گره میزنیم. حالا چیکار میکنیم؟ اینا رو باز میکنیم، یکی یکی تمام نخ‌ها رو به همین روش میدیم داخل. پایه‌رم رها میکنیم، همه رو آزاد میکنیم که ببینیم نخمون از کجا داره میاد. ببینید دوستان، نخ‌ها رو با قلاب میگیریم میکشیم بیرون، زیاد نمیکشیم که از اینجا در نیاد. نخ‌ها رو آزاد میکنیم، سوزن پایینه، سوزن میاریم بالا. نخ‌ها رو یکی یکی آزاد میکنیم. این دو تا نخ مال دو تا سوزنا، همون دو تا سوزنا که در بیان از گیر اینجا رد میشه. این دو تا سوزنا رد شد، در اومد. ببینید دو تا سوزن رو فعلا میذاریم کنار، میمونه دو تا نخی که برای قلابای بزرگ و کوچیک هستش. اینا رو جدا میکنیم. این الان یکی، این الان یکی میکشیم ببینیم کدومه. خب ببینید الان همزمان که من نخو از اینجا گرفتم میکشم، اینم اینجا ببینید اینجا کشیده میشه. اینجا یکم با دست اینو رد میکنیم، میگیریم که نخ آزاد بشه. همینجوری نخو میکشیم و چون گره داره آروم بکشیم، مراقب باشیم که اینجا پاره نشه. میکشیم تا ببینید گره اومد اینجا. میبینید این گره، از بعد از گره نخو قیچی میکنیم. نه بس. و بقیه نخ‌ها رو هم به همین صورت از اونجا گره میزنیم و از اینجا میکشیم. نخ قلاب کوچیکم از اینجا در رفت، کشیدم فکر کنم زیادی، از اینجا در رفت. حالا اینو ادامه مسیرش رو با هم میریم. ادامه مسیرش کجا بود؟ تا اینجا الان نخ داره، توی اون یه دونه قلابی که اون پشت هست، یه قلاب نیست یعنی چیزه، یه دونه سوراخ اونجا، از توی اون ردش میکنیم. بعد از اینجا که قبلا گیر کرده بود، از اینجا باید ردش کنیم. نختون رو دولا میکنید، سرش رو میپیچونید که نازک بشه و انشالله که از توی این رد بشه. این خیلی سوراخ ریز و ظریفی هست توی این بازویه، توی بازوی اینجا هست قبل از سر قلاب، تو کمر این قلاب بازویی هست که اینجا این سوراخه باید حتما این نخو که قبلا هم یه بار دیگه کلیپ گرفته بودم این گیر کرده بود، الان فکر میکنم پرس توشه، باید با یه سوزن تهگرد خالیش کنم. تست میکنیم ببینیم باز این سوراخه یا نه. شما میتونید آقا برهام فلش بندازی، نوره با گوشیت نور بنداز، من اینجا رو پشت تاریکه یه ذره. مرسی پسر قشنگم. خب نخمون اینجاست، از اینجا باید رد بشه، از این باز. الان رد شد، اون موقع گیر بود، الان رد شد.
از اینجا که رد کردیم از سر همون قلاب هم یه دونه سوراخ رد میکنیم و نخ رو میکشیم. این رو هم میکشیم تا گرمون بیاد و اینم گره که نخمون رسید و این هم اضافه رو قیچی میکنیم. چون این از این تو کار پیش بر در اومده نخ همینجا رهاش میکنیم، یکم کوتاه‌ترش میکنیم، همینجا رهاش میکنیم، موقع دوخت خودش درست میشه. حالا مونده دو تا نخ درون سوزن، اینا رو هم یکی یکی گره میزنیم و میاریم جلو. کار نخکشمون انجام شد. حالا یه تیکه میدوزیم ببینیم که درسته یا خیر. بله میبینید که درست شد و خیلی تمیز داره سر میاد. ممنون دوستان که همراه هم بودید. امیدوارم از این آموزش هم بهره کافی رو برده باشید. روز روزگار بر شما خوش.